که خادم دین هستم. شما هم در اشارتان فرمودید محترم پرزیدنت، شما علما باید در همه کارهایی که به مردم توصیه و نصیحت میکنید باید خودتان الگو باشید، عبرت باشید. بنده سال 2022 فرزندمان در فاکولته شرقشناسی دانشگاه دولتی خوجند با نام اکادمیک باباجان غفوروف تحصیل میکرد. با دعوت تمام اجابه نمود و به عسکری به قواهای مسلح پیوست. با تقدیر خداوند برای حمایت وطن، برای حمایت مرزبو برای وطن و ملت، برای حمایت مرزبوم جانش را فدا کرد. صحبت کردن محترم جناب عالی مشکل تر است، چون که فرزند است، نور چشم است، میوه دل انسان است. اما من با آن فخر میکنم که فرزند برای وطن، برای ملت، برای کشور جان داد. جایش را خدای تعالی جنت گرداند. فقط مرا همین تسلیت میدهد که محترم جناب عالی جوانمردانه، شرفمندانه با نام نیک از این دنیا رفت، نه به مانند آن جوانهای گمراهی که در خارج کشور در وطنهای بیگانه برای منفعتهای دیگر قوم جان داده ایستادند. از این تأسف میکنم.